اگر هر روز به مدت 1 سال تخم مرغ آبپز بخورین چه اتفاقی براتون میفته؟ روز اول ممکنه که اصلا تخم مرغ آبپز دوست نداشته باشین، چون واقعا طعم و مزه خاصی نداره. اما چون مدتیه که احساس ضعف دارین و میدونید تخم مرغ سرشار از پروتئین هستش، پس از سر ناچاری میخوریدش. روز هفتم دیگه از مزهش بدتون نمیاد و اتفاقا هوس هم میکنین. همین که از خواب بیدار میشین دلتون میخواد تخم مرغ بخورین. بعد از 1 ماه دیگه احساس ضعف نمی کنید و هر روز سر حال از خواب بیدار میشید. همه اینها به خاطر اینکه زرده تخم مرغ ماده‌ای به نام لسیتین داره و باعث افزایش متابولیسم در کبد میشه و شما رو خوشحالتر میکنه. بعد از 2 ماه حافظتون خیلی بهتر میشه و راندمان کاریتون بالاتر میره. همینطور که لسیتین بدنتون بیشتر میشه، سلولهای مغزیتون مواد مغذی بیشتری رو جذب میکنن، انتقال اطلاعات سریعتر اتفاق میفته و مغز سرزنده و پر انرژی میشه. از طرفی باعث کاهش فرسودگی مغز میشه. بعد از 6 ماه پوستتون صاف و ارتجاعی میشه و چین و چروکاش هم از بین میره، چون تخم مرغ حاوی آنتی اکسیدان و اسیدهای آمینه و مولکولهای ریاکتیو هستش. 8 ماه بعد بدنتون در مقابل بیماری ها مقاوم میشه، به ندرت سرما میخورید و خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف کمتر میشه براتون. 1 سال بعد وقتی به عکساتون نگاه میکنید ممکنه خودتون رو نشناسید.